سلام، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدم بهتون یاد بدم چیزی که میتونید نقطه کنترلتون رو از لول 1 به لول 100 برسونید. لطفا قبل از اینکه ویدیو رو نگاه کنید لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. من ابراهیمم. دکمه زنگوله رو بزن چون برای من مهمه. لطفا یه کامنت هم بذار تا من یه انرژی بگیرم. لطفا کامنت انگلیسی باشه. چیزی میتونی نقطه کنترل رو قوی تر کنی. میدونی باشه روشی. اولین روش رو بهت نمیگم، میخوام بهت بگم کیا نقطه کنترل رو خراب میکنن و چه تأثیری روت میذارن و اصلا ذهنیتت رو خراب میکنن و میری دنبال فوت یعنی همون سیگار. خیلی خوب، میدونی قضیه از جایی شروع میشه؟ از اون جایی که پدر مادرت میان خراب میکنن عزت نفستو. حتما اینو ببینید پدر مادر، لطفاً به بچه‌تون عزت نفسش رو خراب نکنید، چون یکی از مهمترین عواملش همینه و نقطه کنترلش از دست میده و میره دنبال نشه. کلا سیگار میکشه، بیپ میکشه، نشه میکنه، گل میکشه و این. بچه‌ای که دارید ویدیو رو نگاه میکنید لطفاً هیچ وقت نرید سمت این چیزا، چون واقعا براتون ضرر داره و اصلا بد کلا. خیلی خوب، بریم برای موضوع اصلی که نقطه کنترل خودتونه. هیچ وقت نذارید کسی که وقتی که داری نقطه کنترل رو قوی میکنی، میدونی نقطه کنترل اصلا چیه؟ نقطه کنترل چیزی که توی ماست، تو ذهنمونه، تو دلمونه. میدونی چیه؟ احساساتتون رو قوی تر کنید. بعضی‌ها دیدیم احساسات رو خراب میکنن، وقتی داری کاری رو شروع میکنی خراب میکنن. خیلی بدن میاد از این آدم چون خراب میکنن، با احساساتت بازی میکنن. نباید این کار انجام بدن، چون دارن خراب میکنن زندگی تو رو و این خیلی بده. یادتون باشه احساس کنترلتون قلبتون و ذهنتونه، خیلی مهمه. تو زندگی خودتون سعی کنید خودتون تصمیم بگیرید. کسی که تو زندگی خودش تصمیم میگیره 100% یه آدم موفقی توی زندگی خودشه. خیلی خوب، یادتون باشه شما خودتون نیروی خلاقانه خودتون هستید. میفهمید؟ نیروی خلاقانه خودتون، نیروی خلاقانتون و خلاقانتون رو خراب نذارید کسی بکنه. کسی اومد بهت بگه اوه چقدر بدی داری خراب میکنه کارتو، به در مورد مثلا نمره مثلا 20 میگیری یا 19 18 میگیری، چرا تو درس نمیخونی؟ تو داری همه این کار رو انجام میدی، چرا این کار رو میکنی؟ اصلا بچه‌مون نیست، برو بیرون از خونه. واقعا اینجوری دیدم من از نزدیک. خاطر یه نمره، 2 نمره، 3 نمره، میدونی چیکار میکنن؟ عزت نفس رو خراب میکنن، نقطه کنترل تو خراب میکنن. اگه حرفی کسی بهت زد ناراحت نشو، به خودت ایمان داشته باش، به خودت تصمیم بده، بذار تصمیم با خودت. خب نقطه خلاقانت رو قوی تر کن، چون خیلی برات تاثیر میذاره و تو زندگیت خودت تصمیم بگیر. اینو تو یادتون باشه. پس خودتون تصمیم بگیرید و نذارید کسی عزت نفستون رو خراب کنه و نقطه خلاقانتون رو قوی تر کنید و نذارید کسی عزت. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. دکمه زنگوله رو هم بزن که برام مهمه تا ویدیو بعد تو رو به خدا بسپارم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کن، کامنت بذار و سابسکرایب کن. کامنت انگلیسی برام بذار تا ویدیو بعد تو رو به خدا بسپارم.